تنها که هست هیچ کس او را جدی نمیگیرد. اصلا از او نمیترسند. به اهمیتی ندارد. قطره را میگویم. حتی اگر در یک مهمانی مهم روی یک لباس گران قیمت بیفتد، باز هم قابل چشم پوشی است و کسی را نگران نمی کند. اما همین قطره در کنار قطره‌های دیگر یک جرعه می شود و جگر تشنه ای را خنک می کند. اصلا انگار آنها را ساختند برای وحدت. به همین خاطر وقتی نزدیک هم می شوند سریع همدیگر را در آغوش می کشند و خودشان را فراموش می کنند و این هویت جدید آنها را تبدیل به یک سلاح می کند. سلاحی که خروش می کند، سیلاب می شود و ویران می کند و آنجاست که همه را می ترساند. یا نه، آرام آرام سر می خورد و همه جا را سبز و آباد می کند. آن وقت است که آرزوی همانهایی می شود که برایشان بی اهمیت بود. اما باز هم بعد از خانه‌دار شدن و رودخانه شدنشان کسانی هستند که به آنها اهمیت نمیدهند. آنها را تحقیر میکنند و سد راه آنها شده و مانع پیشرفتشان میشود. حالا که با همند چاره اندیشی میکنند. پس آنها برای غلبه کامل بر همه سدها راه میافتند. مثل حرکت این قطره‌ها که از شهرهای مختلف راه افتادند و یک شاهرود را درست کردند و برای غلبه کامل عزم دریا کردند. اینجا همانجاست که رودها و حزبها الهی شده و هم الغالبون می شوند. دریای ولایت. دریا ولایتی است شکست ناپذیر. آنها خودشان را دارند به سمت او می کشانند تا همچون او بیکران شوند. اما دریا هم قوانین خودش را دارد. خیلی قطره‌ها خودشان را به دریا رساندند اما بیکران نماندند. راه ماندن در دریا دل شدن است و هیچ کس دریا دل نمی شود مگر با میثاق.